بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. قاف. والقرآن المجید. قسم به این قرآن ارجمند، بل عجیب بلکه در تعجب شدند از اینکه از میان خودشان بیم دهنده به سویشان آمد و آن کافران گفتند این چیزی عجیب است. اذا متنا و آیا زمانی که مردیم و خاک شدیم دیگر بار زنده می شویم؟ این بازگشت ناممکن است. ما می دانیم که خاک چگونه از جسدهای آنها کم می کند و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده نزد ماست. آره، آنها سخن راستی را که بر آنها آمده بود دروغ شماریدند، پس در کار شوریده افتادند. افلم ينظروا آیا به این آسمان بر بالای سرشان نظر نمی کنند که چگونه آن را بینا کرده ایم و آراسته ایم و هیچ شکافی در آن نیست؟ والارض مددناها و زمین را پهن کردیم و در آن کوههای بلند افکندیم تا استوار و قرار گیرد و از هر گونه نباتات خوشمنظر در آن رویانیدیم. در آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست از نشانه های بزرگ برای راهنمایی و پند دادن هر بنده توبه کننده مقرر داشتیم و از آسمان آب پربرکت فرستادیم و با آن باغ‌ها و دانه های درو شدنی رویانیدیم. الحصيد والنخل باسقات لها و نخل‌های بلند با خوشه های برهم چیده رزقا للعباد تا رزق بندگان باشد و با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم. برآمدن از گور نیز چنین است. سوره قاف آیت های 1 تا 11 را شنیدید.